سلام و وقت بخیر. کنفرانس قلب آسیا پروسه استانبول با شرکت مقامات کشورهای عضو امروز در تاجیکستان آغاز شد. در این کنفرانس نمایندگان 50 کشور و سازمان در مورد اجماعی منطقوی و پروسه صلح افغانستان بحث می‌کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مسئله افغانستان از راه نظامی حل نمی‌شود و یگانه راه بیرون رفت توافق سیاسی میباشد و افزوده است آمریکا با ناتو یکجای به افغانستان آمده و با هم خارج خواهند شد. مقامات ولایت هرات میگویند 3 توربین بند سلماء فعال و 31 میگاوات برق در شبکه برقی این ولایت اضافه شده است. بند سلماء ظرفیت ذخیره 633 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 میگاوات برق را دارد. برای 2 مکتب دخترانه تعمیرهای جدید به ارزش 167 میلیون افغانی در ولایت تخار ساخته شد. مقامات گفتند این مکاتب 65 صنوف درسی و 15 اتاق اداری دارند و 8000 دختر مصروف فراگیری تعلیم در آن خواهد بود. و محمد نبی، راشد خان و مجیب زدران بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات لیگ برتر هند به آن کشور رسیدند. این 3 بازیکن افغان در تیم سنرایزر هند بازی خواهند کرد.